یعنی واقعا میخوای بابای بیاد دخترش همچین جایی دفن کنه؟ فکر میکنم این حداقل کاری که پدر میتونه برای دخترش بکنه. که چی؟ که یه قبر بهش بده. شاید حتی نه به خاطر اون. آرش جان. به خاطر خودش. آرش میشه یه لحظه بیا؟ الان بریم حرف میزنیم. خواهم یه چیزی نشون بده. این الان برای چی با ما اومده؟ راجع به کار. ما اومدیم مثلا لوکیشن ببینیم ما. آرش گفت با حال و هوای کار آشنا بشه. آرش بگه اصلا مگه اینجا بازی داره؟ جمعه چرا از همینجا شروع نمی‌کنی؟ چون تعطیل خلوت‌تره. تو اون روز به 2 دسته تقسیم میشه. آموزها و مهدی که وظیفه شروع کردن فضای مجموعه رو دارن و ما 3 نفر که وظیفه جابجایی تابلو داریم. هیچ چیزی علی آقا، ما الان داریم تابلو رو میدزدیم. آره سلام. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. یعنی چی باهاش قرار داد ببندم؟ خیلی بهتر از نگاره واسه نقشه. من الان نگار چیکار کنم؟ چی بهش بگم؟ سوگند اگه حرفی داره خودش بیاد بزنه. میخواین اگه اتاق دیگه هست من وسایلمو جمع کنم؟ با بازی کردنت مشکل داره بابات. کی همچین حرفی زده؟ چرا همون اول به من نگفتی قضیه رو؟ من نمیدونستم گواهی ولی میخواد بازی کردم. هر بار که تو رو میبینم جادوی تو میشه. چقدر راه از خونتون تا اینجا؟ کات. چطور؟ همینجوری. حقیقتا منتظر زنگ من وایسین. آموزا گفت آموزا خیلی غلط کرد، از صبح زنگ زدم تو جواب من نمیده. کار کنسل بفهم. اینا کیه؟ سربازه آموزا. آقا اینا نمیذارن کسی هموش نبره بیرون. چی می‌نویسین؟ مأمور حسین دم نمیذارن کسی بره بیرون، نمیذارن کسی بیاد داخل.